اون رفتارهایی که خائنان ملت نسبت پرچم تاجیکستان کردن، این عموما به انسانگری راست نمیآید، چون که پرچم این مقدسات تاجیکستان است. این خیانت به وطن و ملت تاجیک است. چنانکه استاد گفتن اصری کفن زی خاکی وطن آرزو کرد دلم و حسرت که این آرزو را میبرم به خاک. یک کف خاک وطن بیش دور و گوهر بی‌بهاست. ما این رفتارهای خائنانه خائنان ملت را محکوم میکنیم و هیچ وقت این خائنان ملت به مقصد خود نمیرسند. ما که امروز تاجیکستان وطن آباد آسوده می باشد، این دشمنان ملت میخواهند که باز تاجیکستان را پارچه پارچه نمایند، لیکن به مقصد خود نمیرسند. ما طرفدار تینجی آسودگی و شما را دعوت میکنیم که برای راست روی و نسبت وطن، نسبت خلق تاجیک این بی‌رفتاری را نکنید.